آیه دکتر، رئیس جمهور نظام آشقفری روحانی دیگه چیزی نمانده بود که بار مقام عظما نکنه. راست میگه فقط رئیس جمهور با رأی انتخاب میشه، بقیه حتی مقام عظما اینطوری نیستن. این آرزه بیچاک و دهنی اپیدمی شد تو نظام که هر کی از هر جا قهر میکنه یه لگدی به مقام عظما میزنه. اپیدمی رو ولش کن قربونتم. تا وقتی که گردنت کلوب باشه، زور داشته باشی، دور و برت هستن، پشم کلات که بریزه، همین وضعیت که میبینی پیش میاد. برای اون همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن کچل باشی، بالا شهری باشی میگن مد روزه چقدر بهش میاد، وسط شهری باشی میگن رفته سربازی، پایین شهری باشی میگن زندان بودی، جرمت چی بوده؟ دلم کبابه برای مقام عظمای بیچاره. به چه روز و فلاکتی نشسته که کسی ازش حساب نمیبره. برانس بعدن مثلا مناقشه نیست، بعدن آخر برنامه مثلا صورت حساب برای بفرستی که فلان چیزو به عظما گفتی از این حرفا، که فلان حرفا رو برای زدی. ولی خر که پیر میشه میفته تو سرسره مردن، یا میرفوشانش به باغ وحش یا ولش میکنن تو بیابون. البته که این مثال هیچ ربطی به مقام عظما نداره، بله. ولی کاش بفروشنش به باغ وحش و ولش کنن تو بیابون. ولی صاف تو روش نگن تو روزخونی هستی که رأی مردم رو نداری، اونم تو هفته وحدت. ضمناً احترام مقام عظما رو داشته باشید که برنامه به آخر برسه. آیه کسی نگاه کنه خودش عظما رو تو بیابون ول کرد، فروختش به باغ وحش، حالا چه حرفایی میزنه؟ برو سر سوالات میدم. سوال بعدی در مورد واکنش نظام در قبال تمدید تحریما از جانب شیطان بزرگه. مگه قرار نبود فوق‌العاده تند و رادیکال برخورد کنیم؟ آخرش این شد که رئیس جمهور 2 تا نامه نوشت به ظریف و صالحی که برن تحقیق کنن ببینن چطوری میشه شکایت کرد، چطور میشه برای کشتی‌ها سوخت درست کرد. نمیشه نصف این حرفایی که بار مقام عظما کرد به شیطان بزرگ میزد. مگه از ظریف و صالحی چه آب گرم میشه؟ الان دیگه از هیچ کی تو نظام آب گرم نمیشه. تو نظام فقط همین مدلیاشو داریم دیگه. اون بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمونم مشنگه به باباش گفتش که لطفا یه جمله خبری بگو. گفت پسرم خنگه. گفت خب سوالی بگو. گفت پسرم خنگ بود و من نمیدونستم. گفت امری بگو. گفت بابا اینقدر خنگی خودتو تابلو نکن. طرف شاکی شد. گفت بابا نمیتونی یه جوری بگی که خنگ توش نباشه. گفت آخه اون وقت میشه پسر یکی دیگه، نه پسر من. روشن شد. ولی همین 2 تا خنگا کلی هم جست و پوز دارن. بدبختی هم همینجا ساخه. در اون بابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهموندن مشنگه ماشین نداشت ولی عشق جست و پوز داشت. بی ماشین میرفت کارواش دوش میگرفت. آیه دکتر، امت همیشه در صحنه دلنگرانه چرا هم مقام عظما و هم حاجی روحانی تو صحبتاشون تو مراسم هفته وحدت نه از حلب یک کلمه گفتن نه از تمدید تحریما. مگه موضوع اصلی این نیست؟ خدای نکرده میترسن اینا که چیزی نمیگن، ولی این که روسیه کیک توت فرنگی رو برای خودش برداشت و یه قاشق خامش هم ریخت جلو ما، یعنی چی؟ نظام اومد تو سوریه سور بزنه، مارس شد، از دماغ مبارک عظما 3 پشته کشیدنش بیرون، کشته و نشش و آبروریزیش برای نظام بود، ولی قراردادش رو با روسیه امضا کردن و رفتن. آره قرار نبود بستن خط تو حلب و دمشق باعث نجات نظام بشه. نمیشد یه وقتی که مجری یه درک استراتژیکی درستی از خودش نشون میده یه تاف بهش بذاری همونطوری بمونه؟ تو چه دل خوشی داری؟ این قراره رو با کی میذاری که اینقدر بهش مطمئنی؟ فعلا که باعث نجات نشده هیچی، تو سری هم خوردیم از چپ و چهار سمت. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن مشنگه رفت قرص ضد حساسیت بگیره، دید تو عوارض جانبیش نوشته سردرد و سرگیجه و تهوع و نارسایی کبد و کلیه و قلب و همه اینا. گفت قربون دستت این قرص رو برگردون یه خورده سم بده بخورم، عوارضش کمتره. روشن شد یا همچه بذارم که تو هم بری پی جام زن. آیه دکتر لطفا این همه روشن نکنین میسوزم آخرش.
ناراحت نشوید دکتر که خدای نکرده یه چیز جدیدی بار مقام عظما کنین، ولی یه سوال شخصی دارم. توی این وضعیت درب و داغون شما به عنوان ابر استراتژیست نظام، به عنوان دارنده گواهینامه پایه که بین‌المللی، کسی که در پیچ و واپیچ‌های جاده هرات دنده عقب نصف شب 30 تن بار میلگرد رو میبره بالا، دستی رو میکشه، سویچ رو تحویل میده، کسی که رو کرنر خودش هد میزنه و توپو با تور آشنا میکنه، کسی که 150 کیلو دو ضرب میبره بالا سر بدون دوپینگ، هر کی میخواد بیاد آزمایش کنه. بله، کسی با همه این فضایل نمیتونه راه نجات رو نشون مقام عظما بده؟ قربون طباخه باید یه چیزی باشه که بعد بری روش کار بکنی. وقتی از بیخ قضیه رو باخته دیگه کاریش نمیشه کرد که. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن کچله رفت آرایشگاه، آرایشگر پرسید چه کار میتونم بکنم براتون؟ گفت هیچی، اومدم فقط دلداریم بدی. روشن شد یا همچی بذارم کتاب بسای دکتر، ولی شما همین دلداری رو هم به مقام عظما بیچاره نمیدین. اگه درست دلداری داده شده بود، حیوانکی یه جرأتی پیدا میکرد که وقتی تو سخنرانی هفته وحدت میخواد اسم بیاره، از شیطان بزرگ اسم بیاره، اونم سر دعوای تحریم، نه اینکه آسمون و ریسمون رو به هم ببافه که حرف درست درمون نزنه. آیه دکتر، این حرفا اصلا ربطی به دلداری دادن من نداره. بس استراتژیکی تر از این حرف هست. کجای کاری؟ 3 نوع سگ داری. نوع اول هر کی رو میبینه براش دم تکون میده و موس موس میکنه. نوع دوم هر کی رو میبینه واق واق میکنه، این هم ترس نداره، واق واق کشکیه نمیگیره. نوع سوم هم با ساکته، نگاه معنیدار میکنه، نگاه مشتری. آره این خطرناکه، این میگیرتت. فهمیدی؟ آره دکتر، داشتیم خوب پیش میرفتیم، ولی شما هویت مقامات نظام و به خصوص مقام عظما رو با سگ بیان میکنید. من اصلا اسم از نظام نیاوردم، حرف کشکی نزن، من دارم 3 جور سگو میگم. ولی برنامه چاره استراتژی نظام سگ شناسی و راز بقا که نیست خورد باشه، ممکنه مقامات نظامم باشن، از موسموس ظریف تا واق واق علم الهدا باشه، ولی مقام عظما هیچ کدوم از اینا نیست قاطعانه. خیلی ممنون آقای دکتر که اینجا انصاف و رعایت کردیم و مقام عظما رو قاطی سگا نکردیم. بله، یه نوع چهارم هم داریم که نه حال موسموس براش مونده، نه دندون گرفتن، نه حنجره واق واق کردن، همینطوری عین مشنگا نگاه میکنه. این یه چیزی اون برای اون موسموسی هست. آقای دکتر، این دیگه خنجری بود به پهلوی مقام عظما. من اصلا اسم مقام عظما آوردم تا ساعت. شما همه جزئیاتی رو که گفتین فقط به مقام عظما میخوره. دیگه چی می‌خواستی به این بدبخت بگی؟ من دارم یه واقعیتی رو راجع به سگ آخه میگم. نباید برنامه استراتژی رو باید راز بقا قبول کنی.